رنگیده شده، خشکه و برای رنگ کردن این کار ما باید از رنگ چوب استفاده بکنیم. با بنزین ترکیب میشه و کاملا رنگ چوب رو به ما میده. بعد از خشک شدن رنگ میتونید با اسپری سیلر کیلر اینو یه حالت براق بهش بدید. برای کامل کردن جاودیمون احتیاج به 2 عدد قو داریم. اول یه گوی ایجاد میکنیم، این قسمت کار رو به این شکل و با این قسمت هم ما در واقع گردن قو رو میسازیم. ببینید یه همچین فرمی این فرم رو میگیره و بعد از خشک شدن و زدن براده آهن طلایی این رو ما نصب خواهیم کرد. کار جاودی ماست و این قوها رو که براتون ساخته بودم اینا رو تو براده آهن که با اسپری و اکریل طلایی مخلوط شده بود غلطوندم و یه همچین کاری رو به دست آوردم و با چسب چوب نصبش کردم. این هم از جاودی ما. شما هم با یک کمی آزمون و خطا به راحتی میتونید این کار رو بسازید و با سیلر کیلر قابل شستشوش